خبر فوری: امیر تتلو به لطف خداوند امروز از زندان آزاد شد و همزمان با آزادی او بارانی بی سابقه در کل کشور بارید. طرفداران او را پسر طبیعت نامیدند. سلام، امیر تتلو هستم. اینجا تهرانه و قراره با هم بتری کنیم. کلی جشن و شادی برای پاکسازی ایرانمون از رنج و غم. باید به جام جهانی نرسم. من قول دادم. امیر تتلو 6 تومن رو دلیور میگه و میره برای زدن گول بعدی.